تهران توی عزیزه. یه عزیزی داریم اینجا که باید معرفی کنم، یکی از بهترین هنرمندای کشورمونه، آهنگسازی، نوازندگی گیتار، band leader, a lot of stuff. He is the only guy from Toronto. I love him so much. Babake Amir Aziz. افتخار داده بابکی. I love you. بابکی اولین بار اومدی برنامه من. شانس آوردم. حالا یک ترانه میخوام برای شما بخونم که باز یه داستان کوچولو داره. این ترانه رو وقتی که من فکر کردم این سطور خوب اینطوری نکنم رفته بودم. این ترانه رو اینم 50 سال چیز داره، عمر داره این ترانه. اولین بار که خواستم اجرا کنم خب یه سری مهمونای بسیار مثلانش میگن تاپ کلاس الیت تو تهران اینا جمع شده بودن. بعد که از من خواستن که این آهنگ رو با یه گیتار تنها اجرا کنم، همین موقع نخست وزیر عزیزمونم روح شاه هویدا تشریف داشت. من وقتی که با گیتار شروع کردم این آهنگ رو C minor. ای حبیبه ای شکستنی تر از گل خونه قصه رفتن تو باید سازی با من. مارتی چرا من بسازم با تو بساز با من. روح شاد افتخار